توی این جلسه میخوایم در رابطه با CSS بک‌گراند با هم صحبت بکنیم. بریم ببینیم که اصلا CSS بک‌گراند چیه. آقا من یه دیوی دارم اینجا، خب کلاس BG رو بهش دادم و بعد اومدم یه تگ h1 درونش قرار دادم با متن تیتر ما و یه تگ P قرار دادم با متن تستی برای نمایش. خب و اومدم توی CSS سلکتش کردم، گفتم عرض و ارتفاع شما بشه 600 پیکسل، همونطور که توی ویدیو دارید مشاهده میکنید عرض و ارتفاعش رو گذاشتم 600 پیکسل. ویژگی بک‌گراند چیه؟ ببینید ما یه بک‌گراند کالر داریم که همتون آشنا هستید. مثلا میگیم بک‌گراند کالر شما رد باشه. اگر بریم خروجی رو نگاه کنیم میبینید که اینجا بک‌گراند ما یا بک‌گراند کالر ما الان رده و دیو ما رو قرمز کرده. این محوطه‌ای که قرمز شده دیو ماه که 600 پیکسل در 600 پیکسله. اینم h1 ماه، اینم تگ پی ماه. این از بک‌گراند کالر که آشنا بودیم. اما چیزی که الان میخوایم یاد بگیریم بک‌گراند ایمیجه. ما به جای اینکه بیایم به این دیومون بک‌گراند کالر بدیم، میایم بهش بک‌گراند ایمیج میدیم. میخوایم یه تصویری رو ست بکنیم. چجوری این کارو میکنیم؟ از تابع URL استفاده میکنیم و میایم آدرس تصویرمون رو به تابع URL میدیم. یادتونه توی ایمیج سورس، بذارید اینجا واسهتون بنویسم، تگ img رو یادتونه توی بخش سورسش، اتریبیوت سورسش میومدیم آدرس تصویر میدادیم. توی CSS و ویژگی بک‌گراند ایمیج میایم تو تابع URL آدرس تصویر رو میدیم. درسته؟ حالا خوب دقت بکنید اینجا باید چجوری آدرس بدیم. اگر اینجا رو دقت بکنید ما تو پوشه استایل هستیم. ما الان داریم توی فایل CSS میخوایم آدرس بدیم دیگه، تصویر رو آدرس بدیم. الان تو پوشه استایل هستیم. وقتی بخوام برم تو پوشه ایمیج باید چیکار کنم؟ باید یه دونه بیام عقب. خوب دقت کن، بک رو زدم، یه دونه اومدم عقب و بعد وارد ایمیج شدم. حالا میتونم تصویر رو باز بکنم. درسته؟ پس یه بار دیگه میگم خوب گوش کنید. ما تو پوشه استایل هستیم و تو فایل app.cssیم. چجوری میتونیم به تصویر دسترسی پیدا بکنیم؟ باید یه دونه بک بزنیم بیایم عقب، بازگشت رو بزنیم بیایم عقب، بریم تو پوشه ایمیجز و اینجا تصویر رو انتخاب بکنیم، بازش بکنیم. همین کار رو باید توی CSS انجام بدیم. حالا توی CSS چجوری باید یه پوشه بیایم عقب؟ با دو نقطه، یه دو نقطه میذاریم و یه اسلش. ببین الان پوشه ها رو آورد. از پوشه استایل یه دونه اومدیم عقب با دو نقطه ای که زدم. حالا اینم بهتون بگم اگر اینجا من یه نقطه میزدم، نقطه اسلش میزدم، ببین هیچی نمی آورد، فقط app.css رو میاره. چرا؟ چون ما تو پوشه استایل هستیم و بعد یه پوشه بیایم عقب. پس دو نقطه رو میزنم، یه پوشه میاد عقب، اسلش رو میزنم و یه پوشه همونطور که مشاهده میکنید اومده عقب. ایمیج رو انتخاب میکنم، پوشه ایمیج رو، و عکسم رو هم انتخاب میکنم. به همین سادگی. الان اگر خروجی رو دقت بکنید تصویر واسه ما اومد، اما تصویر خیلی ظاهرش بده. تصویر ما دیدید چه شکلی بود دیگه؟ تصویر ما اینه، اما چیزی که تو خروجی میبینید این شکلیه. چطور میتونیم درستش بکنیم؟ خیلی ساده، میایم میگیم بک‌گراند سایز شما باشه 100%، یعنی 100% محوطه رو اشغال بکن. 100% محوطه مال تو و اون 100% رو بگیر. حالا نگاه کنید چی شد. اومد 100% محوطه رو گرفت و باقی مونده فضا رو دوباره تصویر رو تکرار کرد. اینجاست که میرسیم به بک‌گراند ریپیت. میبینید تصویر دوبار تکرار شده. میتونیم اینو کنترل بکنیم. چجوری؟ با بک‌گراند ریپیت. میگم آقا بک‌گراند ریپیت روی نو ریپیت باشه. یه دونه ریپیت داره، یه دونه نو ریپیت. نو ریپیت یعنی چی؟ نو که میشه نه، ریپیت هم میشه تکرار.
نو ریپیت یعنی تکرار ناپذیر. آقا تکرار نکن، تکرار نشو، منظورش اینه. حالا اگر خروجی رو نگاه کنیم میبینید که بله دیگه تصویر تکرار نشده. این محوطه آبی رنگ دیو ماه که تصویر قرار داره و اون بخشی هم که خالی مونده دیگه تصویر تکرار نشده، با بک‌گراند ریپیت کنترلش کردیم و الان اون بخش آبی رنگ فضای خالی ماه و حتی میتونیم تصویر رو توی این محوطه تکون بدیم. بسیار خوب، اینم از بک‌گراند ریپیت. اما بک‌گراند اتچمنت چیه؟ زیاد کاربردی نیست ولی شاید تو بعضی از سایت ها دیده باشید. بهتون میگم در حد تئوری بلد باشید خوبه. نگاه کنید، بک‌گراند اتچمنت. خب این به صورت پیش‌فرض روی اسکرول قرار داره. من میام اینجا یه چند تا تگ بی آر میندازم که صفحه اسکرول بخوره. بریم خروجی رو با هم ببینیم. اسکرولمون کمه، بذارید بیشتر از این بیشتر بی آر بندازم. میخوام صرفا اسکرول بخوره صفحم. الان داره اسکرول میخوره، اسکرولش هم زیاده. به صورت پیش‌فرض روی اسکرول قرار داره، همین چیزی که الان دارید مشاهده میکنید به این شکله. اما یه ولیوی داری به اسم فیکست. وقتی روی فیکست قرار میدم ببینید چه اتفاقی میفته. تصویر رو نگاه کنید چی شد. فرقش رو متوجه میشید با قبلیه؟ صرفا یه افکت خاص روی تصویر میندازه، روی اسکرولمون میندازه. شاید تو بعضی از سایت ها دیده باشید، یه ذره خوشگل ترش میکنه، کار خاصی انجام نمیده. خب من اینو پاک میکنم، بریم سراغ ویژگی بعدی ببینم چی داریم دیگه. بک‌گراند پوزیشن. خب بذارید من بک‌گراند سایز رو بذارم روی 50% که تصویر یکم کوچیک بشه و بتونم راحت‌تر بهتون این ویژگی رو آموزش بدم. ببینید ما یه بک‌گراند پوزیشن داریم، یکی بک‌گراند پوزیشن X داریم، یه دونه بک‌گراند پوزیشن Y داریم، یه دونه بک‌گراند پوزیشن خالی داریم. فرق اینا چیه؟ ببینید بک‌گراند پوزیشن خلاصه شده این دوتاه، بک‌گراند پوزیشن X و بک‌گراند پوزیشن Y. این آخری خلاصه شده این دوتا اولی است، این دوتایی که اینجا نوشتم. درسته؟ وقتی من می نویسم سنتر یعنی هم تو محور X سنتر باش هم تو محور Y. بریم با هم بررسی بکنیم، اینا رو کامنت بکنم. میام اینجا ببینید تصویر الان دقیقا وسط قرار داره. ببینید باکس آبی رنگ دیو ماه و تصویر دقیقا وسط قرار گرفته. خب حالا بیایید توی همین اینسپکت بهتون توضیح بدم. بک‌گراند پوزیشن رو کامنت میکنم و میام سراغ بک‌گراند پوزیشن X و Y. خب قبلی پاک شد، بذارید من اینو بکنم X و اینو سنتر قرار میدم. ببینید سنتر قرار دادم فقط تو محور X اومد وسط قرار گرفت. و حالا میام بک‌گراند پوزیشن Y رو می نویسم و تو Y هم سنتر قرار میدم. ببینید الان هم از جهت X اومد وسط هم از جهت Y. انگار نوشته باشیم بک‌گراند پوزیشن سنتر. این دوتا هیچ فرقی با هم ندارن، خلاصه نویسی X و Y. بک‌گراند پوزیشن خلاصه نویسی X و Y. اوکی.
و اگر حالا اینجا رو دقت بکنید، مثلا میگم تو محور Y بیا سنتر وایسا، ببین میاد اینجا وای میسه. میگم تو محور X بیا سنتر وایسا، میاد اینجا وای میسه. یا میگم توی دوتاش بیا وسط وایسا، میاد وسط. یا حالا میتونید مقادیر دیگه بهش بدید و باش بازی بکنید. و در همین حد بدونید بک‌گراند پوزیشن خلاصه بک‌گراند پوزیشن X و بک‌گراند پوزیشن Y و همین دیگه. و میتونید مقادیر مختلفی رو بهش بدید، مثلا سنتر داره دیگه، باتم داره، باتم میشه پایین دیگه، لفت داره، لفت میشه سمت چپ دیگه، چی داره، رایت داره میشه سمت راست، میاد سمت راست. نها کنید اومده سمت راست قرار گرفته دیگه. چی داره، تاپ داره میره بالا قرار میگیره. نها کنید الان بالا مثلا قرار گرفته. و حالتهای مختلف رو میتونید خودتون بیاید با این تست بکنید و با X و Y هم بازی بکنید تا کامل دستتون بیاد. این هم از بک‌گراند پوزیشن. اما چیزی که خیلی مهمه توی این جلسه شورت هند پراپرتی. شورت هند پراپرتی یعنی چی؟ یعنی ما میایم تمام اینا رو توی یه خط می نویسیم، به جای اینکه تک تک اینا رو مشخص بکنیم میایم همش رو توی یه خط می نویسیم با ویژگی یا پراپرتی بک‌گراند. بک‌گراند شورت هند ایناست. اوکی، حالا بریم شورت هندش رو مثالش رو با هم ببینیم. ای داد بیداد اینترنت قطع شد. اجازه بدید من اینو درست کنم دوباره برمیگردم. بسیار خوب، وصل شد. بریم با هم مثال شورت هند پراپرتی بک‌گراند رو ببینیم. اینجا رو دقت بکنید، اومده از پراپرتی بک‌گراند استفاده کرده و مقادیر رو به ترتیب جلوش وارد کرده. اولین مقداری که وارد کرده واسه بک‌گراند کالره، همونطور که میبینید یه کد رنگه، کد رنگ FFF که میشه سفید، یه بک‌گراند کالر سفیده. بعد اومده مقدار بک‌گراند ایمیج رو بهش داده که میبینید از تابع URL استفاده کرده و آدرس تصویر رو داده بهش. بعد اومده از بک‌گراند ریپیت استفاده کرده، مقدار بک‌گراند ریپیت رو گذاشته روی نو ریپیت. ببینید بینشون هم با اسپیس داره فاصله میندازه، کاما نمیزنه ها، با اسپیس داره فاصله میزنه. بک‌گراند اتچمنت رو وارد نکرده، نمیخواسته و اینجا وارد نکرده. اگر میخواست مقداری بهش بده باید بین نو ریپیت و رایت که اینجا هست این وسط یه اسپیس مینداخت و مثلا میذاش روی اسکرول یا میذاش روی فیکست. خب و بعدش اومده بک‌گراند پوزیشن رو مشخص کرده، گذاشته رایت تاپ. رایت تاپ یعنی چی؟ یعنی تو محور X سمت راست و تو محور Y بالا. و به عنوان مثال اگر میخواستید مثلا بک‌گراند کالر رو ندید، میومدید چیکار میکردید؟ بذارید من اینو کپی بکنم، کلش رو کپی نکنیم، این یه تیکه رو کپی بکنم، بیام توی VS Code و اگر میخواستید مثلا بک‌گراند کالر ندید، خیلی ساده پاکش میکنید و به جاش از تابع URL استفاده میکنید و با تابع URL شروع میکنید، به همین سادگی. این هم از شورت هند پراپرتی بک‌گراند. امیدوارم واسهتون ساده بوده باشه و مفهومش رو درک کرده باشید. یه بار دیگه خلاصه بخوام بگم، به جای اینکه بیایم کل اینا رو جدا جدا بنویسیم، میایم ویژگی بک‌گراند رو مینویسیم و به ترتیبی که اینجا وارد کرده شروع میکنیم به پر کردن مقادیر. اول بک‌گراند کالر، بعد تابع URL واسه پراپرتی بک‌گراند ایمیج، بعدش بک‌گراند ریپیت رو مشخص میکنیم، بعدش بک‌گراند اتچمنت رو مشخص میکنیم که اینجا حالا مشخص نکرده، نمیخواسته مشخص نکردتش. بعد بک‌گراند پوزیشن رو مشخص میکنیم. به همین سادگی. بریم سراغ جلسه بعدی.